این یگانه از آن ترانه‌های مشهور خارجی نیست که بهادر رفیع آن را سراییده باشد. با کدام زبان‌ها توجه دارید؟ عین حال با 4 زبان می‌سرویم. کیوکی تم می‌ها اب تم می‌ها زندگی اب تم ای بوس در لبانا. این آسان جوان توسط سرسوی سرایده‌اش میخواد محبت را در قلب مخلصانش زیاد نماید. نگو که دل دراز از غم فردا نگو برایم. آدمایی که میدونن مقصد خودشون رو در کار خود جدی هستند با اونها همیشه آسان است کار کردن. خب بهادر چی میگویی؟ راضی؟ عالم سینما برای بهادر رفیع دوست داشتنی است و با اجرای نقش‌آفرین خود میخواهد جهان را تسخیر سازد. زندگی پر خطا. فیلم کوتاه مدتی خودم رو کرده بودم. بعد از این با 2 فیلم دیگر مرا تکلیف کرده بودن. آنجا من نقش آفریده بودم. نازی چرا تونستی رازی باوس دل فریبات مرا داده بازی. در برنامه نوبتی هنرمند جوان بهادر رفیع از موفقیت خود در جده صنعت و سینما حرف خواهد زد. وای که دیگر خسته شدم از این جدایی. شام یکشنبه تنها در تلویزیون دوشنبه. من و تو در زیر باران هر دو سرمست و حیران.